یک انسانی خیلی نیکسرشت و پختکارند و ایجادکاری اصیل هم هستند. با وجود سرکاری ها امکان یافته ده ها مطلب ها می نوشتند، ایجاد می کردند، هجویه ها ایجاد می کردند. خوشحالم که با این روزنامه نگار همکاری قوی داشتیم. سالیان زیادی در یک نشریه کار کرده ایم. ستار قراخان در تربیه جوانان در نشریه سهمی بسیار خوب گذاشته ایستاده است و در رشد و نموی جامعه با موادهای خواندنی، هجویه ها، مخصوص خاطرات همکسبان روزنامه نگاران بسیار یک چیره‌دست است. برایشان برای کامیابی تمنا داریم. این انسانی نیک دل و نیک سرشت را